سلام و سلام مجدد خدمت شما بچه های عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با جلسه دیگه از دوره کانال یوتیوبمون در خدمتتون هستم. این جلسه سوم رو خیلی مدت مدیدی منتظرش بودن. حالا یه مدت من درگیر یه سری کارا بودم، یه کار جدیدی داشتیم راه مینداختیم و کارگاه و این چیزا، یکم درگیر کارهای اون بودم دیگه، نشد بیام این جلسه رو بذارم. با یه فاصله تقریبا 3 هفته‌ای اگه اشتباه نکنم داریم جلسه سوم رو میذاریم و این جلسه موضوعی که میخوایم در موردش صحبت کنیم برنامه‌ریزی است. یکم سبک متفاوتی برای ضبط این ویدیو انتخاب کردم دیگه. اونجوری نیست که مثلا تو استودیو نشسته باشم گاهی منو ببینید گاهی اسلاید. خواستم این سبکم امتحان کنم که دیگه همزمان منو اسلاید رو با هم دیگه ببینید و یه جلسه متفاوت رو با هم دیگه ضبط بکنیم. موضوع این جلسه‌مون برنامه‌ریزیه. همین اول بگم تو اگر یک مشاور تحصیلی خوب داری که برات برنامه‌ریزی میکنه، نیازی به این جلسه نداری. خب اگر که مشاور خوبیه، اصلا یعنی مطالب این جلسه خوب به دردت نمیخوره دیگه، اون داره برات برنامه‌ریزی میکنه. اگر مشاور خوبی داری یا مشاورت از ویتاس، چون که این مطالبی که من اینجا میگم و ما بارها دیگه تو تستای مختلف به مشاورین ویتا آموزش دادیم، اونا از این بابت مشکل ندارن، یعنی مسلطن به همه این مطالب. ولی خب اگه مشاور نداری، نمیتونی مشاور بگیری، به هر دلیل نمیتونی و میخوای خودت بر خودت برنامه‌ریزی کنی، یا مشاوری داری که خیلی ازش مطمئن نیستی، میخوای مثلا یه بررسی بکنی ببینی کلیات چیزی که داره به تدریس میکنه درست هست یا نه، اون موقع این جلسه به دردتون میخوره. حتما خوب گوش کن. میخوام کلیات این که آقا من میخوام الان شروع کنم درس بخونم. الان مشکل شما معمولا اینه که میگید خب حالا من چیو بخونم، از کجا بخونم، چند ساعت بخونم و همه این سوالا براتون پیش میاد که به ترتیب در موردش صحبت میکنیم. بریم. سوال اولی که ازم میپرسید، آقا چند ساعت باید در روز من درس بخونم؟ خوب گوش کن. ببین، اول از همه اینو بهت بگم، این تو اسلاید نیست، به صورت جدا دارم بهت میگم. یهو با ساعت مطالعه بالا شروع نکن. تو اگه تازه میخوای شروع کنی درس بخونی، یه ساعت مطالعه معمولی، مثلا هر چقدر که میتونی، یعنی یه روز بشین بگو آقا ببینم چقدر میتونم رکورد بزنم، نهایت رکوردمو بزنم، شد مثلا 5 ساعت 6 ساعت توی روز تعطیل، اونو به عنوان ساعت مطالعه پایت تعیین کن. سعی کن پله به پله افزایشش بدی. دقیقاً اینجا بهت گفتم پیدا کردن ساعت پایه برای روز تعطیل و روز مدرسه. خب یعنی یه بار روز تعطیل بگو آقا میخوام ته توانمو بذارم ببینم چند ساعت میتونم بخونم. یه بارم روز مدرسه همین کارو بکن، بگو میخوام ته توانمو بذارم ببینم چند ساعت میتونم بخونم. اون میشه ساعت مطالعه پایه تو. همین فردا بشین این کارو انجام بده. ساعت مطالعه پایت رو پیدا بکن که الان حد توان تو برای ساعت مطالعه اینقدره که مثلا روز تعطیل چه میدونم مثلا 7 ساعت بخونم، روز مدرسه 3 ساعت بخونم. این شد ساعت مطالعه پایه من. حالا این مراحل بعدی رو داشته باش. یه چیز میخوام بهت بگم، ساعت مطالعه پایه رو ما باید رفته رفته افزایشش بدیم. یعنی تا زمانی که ساعت مطالعه روز تعطیلمون به حدود 10-11 ساعت برسه، ما باید افزایشش بدیم. حالا الان مثلا 6 ساعت 5 ساعت اشکال نداره، یه هفته 2 هفته با همین بخون، هفته بعدش سعی کن 1-2 ساعت بیشتر کنی، دوباره یه چند هفته بخون، دوباره هفته بعدش سعی کن 1-2 ساعت بیشتر کنی و اینجوری هفته به هفته بیا و قضیه رو بهتر و بهتر بکن. اینجوری ساعت مطالعه پایت رو باید ببری بالا. حالا ما همین امروز رو داریم صحبت میکنیم. ساعت مطالعه پایمون رو پیدا کردیم. اگر اون روز کلاس قراره بری، کلاس بیرون، کلاس کنکور، کلاس نهایی، هر چیزی، اگر قراره کلاس بری، چند ساعت قراره تو کلاس باشی؟ مثلا 2 ساعت. ساعت اون کلاس رو منهای اون ساعته بکن. مثلا ساعت مطالعه پایه من در روز تعطیل در سال کنکورم 10 ساعت بود. اگر یه روز کلاس داشتم اون کلاس 2 ساعت بود، اون روز ساعت مطالعه‌مو میکردم 8 ساعت. تمام. این شد ساعت مطالعه من. پس تو نوشتن برنامه اول باید ساعت مطالعه هر روز رو هدف گذاری کنیم. من تعجب میکنم بچه‌ها، ببینید این جلسه هدفش اینه، چون من اینجوری بگم، خیلی از بچه‌هایی که خودشون برای خودشون برنامه‌ریزی میکنن و مثلا تو دایرکت اینستا این ور اونور برنامه‌شون رو برای من میفرستن، میگن آقا این برنامه خوبه یا نه، و معمولاً فاجعه آمیز برنامه‌شون. یعنی نه فقط درست نیست بلکه فاجعه است. یعنی هیچی نخونه احتمال داره یه نتیجه بگیره، ولی با این بخونه قطعا هیچ نتیجه‌ای نمیگیره. اول دارم مرحله به مرحله بهت میگم. اول ساعت پایتو پیدا کن. اول باید هدف گذاری کنی. این که آقا خب من امروز قراره مثلا یه فصل فلان درسو بخونم.
خب ساعت باید تعیین کنی، بگی من امروز اول اینو باید تعیین کنی، من امروز میخوام 6 ساعت درس بخونم، اول ساعت مطالعه رو تعیین میکنیم. چقدر کدوم درس رو میخونیم؟ 20% اختصاصی میکنیم، 80% تشریحی. 20% اختصاصی و 80% تشریحی. اینجا رو بچه من اشتباه نوشتم، 80%. بذارید همینجا اصلاحش کنم، 20%، اینجا رو من اشتباه نوشتم، عمومی میخونیم و 80% اختصاصی میخونیم که این عمومی کلا تشریحیه، نذارم بمونه رو ویدیو، این 80% اختصاصی هم بیشتر تستیه. خب حالا میگم چرا بیشتر تستی. خب چرا بیشتر تستی؟ چون شما وقتی اختصاصی و تستی میخونی عملا تشریحش هم داری یاد میگیری، تشریح خیلی راحت تر از تستیه. پس ما اول تستیه رو میخونیم، حالا تو جلسه روش مطالعه کامل اینو توضیح دادم دیگه، اونجا میتونی ببینی. و بعضی میگه خب آقا من تعیین کردم مثلا میدونم 80% اختصاصی بخونم، 20% عمومی بخونم، حالا کدوم درس رو اولش بخونم؟ اول کدوم درس رو بخونم؟ هر درسی دوست داری بچه‌ها، ترتیب هیچ اهمیتی نداره. این که مثلا بگیم نمیدونم اول زیست بخونیم بعد فلان درس بخونیم، یا اول درسای خوندنی بخونیم بعد درسای حل کردنی بخونیم، اصلا هیچ اهمیتی نداره. هر ترتیبی که دوست داری بخون، فقط ساعت بعد براش مشخص کنی دیگه. میدونی 80% تایمت اختصاصیه، 20% عمومیه. این 80% اختصاصی رو تقسیم کن بین اختصاصیات، 20% عمومی رو سعی کن روزی 1 الی 2 تا عمومی بخونی برای تشریحی. اوکی؟ خیلی خوب. حالا از اینجا کار مهمتر میشه. تا اینجا شو حالا خیلی‌ها میدونستیم دیگه کما بیش. اینجا کار خیلی جدی میشه. خوب گوش کن. اصل اول ما در برنامه‌ریزی پیش نیازها هستند. خوب دقت کن اینجا رو. بچه‌ها دلیل پشت کنکور موندن خیلی ها متاسفانه آزمون‌های آزمایشی غیر استاندارد هستن. داخل پرانتز بگم من منظورم این نیست که آزمون ندیم قلمچی بده ماز بده و اینا، نه. آزمون ندادم و اینکه کسی کلا در طی سال کنکورش هیچ آزمونی نده مساوی پشت کنکور موندن 100%. یعنی شما ببینید همه کسایی که دانشگاه و رشته خوب قبول میشن حتما آزمون آزمایشی میدن. اینو داخل پرانتز داشته باشیم. حالا اما منظور من چیه؟ منظورم اینه. دقت کن. از لحظه شروع، بعضی هر زمانی، تابستون، نمیدونم پاییز، زمستون، هر تایمی که دارن شروع میکنن زرت میرن یه دونه آزمون ثبت نام میکنن، میگن طبق برنامه این باید بریم جلو. و این اشتباه محضه برای 80%تون. خب برای کیا اشتباه محض نیست؟ برای کسایی که پایه درسیشون خوبه. مثلا یه پشت کنکوریه که به هر سال مثلا 3000 آورده، 4000 آورده، همه درس‌ها رو تا یه حد متوسطی بلده، حالا میخواد امسال پشت بمونه رتبهش بشه زیر 1000. خب این آدم نه، این آدم میتونه از هر زمانی از سال بره با آزمون آزمایشی پیش بره. خب این هیچ مسئله‌ای نداره. ولی برای بچه‌هایی که سطحشون ضعیفه، خب معمولا بچه‌هایی که مثلا خودشون میخوان برای خودشون برنامه‌ریزی کنن اینجوری دیگه، در شروع سطحشون ضعیفه. خب و باید این اصولی که میگم رعایت کن. حالا دقت کن. ببین این برنامه آزمون قلمچی امسال سال 1403 برای کنکور 1404. بچه تو این برنامه میخوام یه چند تا باگ بهتون نشون بدم که بدونید چرا میگم دانش آموز ضعیف نباید با آزمون پیش بره. شما دقت کن. آزمون 20 مهر، 4 آبان، 18 آبان. برنامه درس مثلا شیمیشو نگاه کن. مثال آوردم، یعنی برای هر رشته همینه قضیه. درس شیمیشو نگاه کن. در آزمون 20 مهر یعنی اولین آزمون اومده فصل 1/12 مولکول‌ها در خدمت تندرستی تا انتهای اسید و بازها رو گذاشته. فصل 1/12 شیمی که همون مبحث کلن اسید و بازه، فصلیه که تقریبا کل 10 و 11 پیش نیازشه. یعنی تو باید استوکیومتری بلد باشی، محلول ها بلد باشی، ترکیب های یونی و کوالانسی رو بلد باشی، ترکیبات عالی رو بلد باشی که بتونی اسید باز یاد بگیری. و قلمچی اومده تو اولین آزمونش اسید باز رو گذاشته. حالا چه اتفاقی میفته؟ تو دانش آموز میای میگی خب مهره من میخوام با اسید، الانی که دارم این ویدیو رو میگیرم آبان ماه هستیم ما اون خب شاید سال بعدی که این داره این ویدیو رو میبینه، واسه همین مثال میزنم، فرق نمیکنه هر بازه شرکت کنی قضیه همینه دیگه. تا آزمون 18 آبان من قضیهشو گذاشتم. داره میره آزمون میره میگه خب دیگه شروع کردم قوی، شروع میکنه فصل 1/12 شیمی میخونه، هیچی ازش نمیفهمه و میگه من خنگ بودم دیدی گفتم کنکور کار من نیست، دیدی گفتم کنکور برای تیزوشانی است، دیدی گفتم کنکور سهمیه میخواد و تمام میذاره کنار. آزمون بعدیش، حالا یه درس دیگر رو مثال بزنم، زیست شناسی با فصل 1/12 تو اولین آزمون شروع شده.
فصل 1 12 در مورد مولکول‌های اطلاعاتی ژنتیکه. تو باید برای یادگیری این فصل 6 11 رو خونده باشی در مورد تقسیم یاخته، وگرنه اصلا نمیفهمی. تو اصلا مفهوم کروموزوم و دی ان ای و اینا رو اصلا هیچی نمیفهمی ازش. شروع می‌کنی می‌خونی می‌بینی هیچی نفهمیدی، حس می‌کنی خنگی در حالی که تو خنگ نیستی، پیش نیازشو نخوندی. یا اصلا خود زیست یه جوریه که برای شروع زیست خوندن تو حداقل باید 2-3 فصل از 10 خونده باشی که بتونی زیست شناسی رو شروع کنی. حالا نترسا، کل فصلای پیش نیاز و آخرین جلسه بهت میگم، نترس، اونا رو دارم برات. پس اول این مرحله ما فهمیدیم آزمون و آزمایشی رفتن تو شروع مسیر برای کسی که سطحش ضعیفه اشتباهه. حالا فاجعه تو این برنامه کجاست؟ این که تو فکر می‌کنی خنگی، در حالی که برنامه ریزیت غلطه. برنامه ریزیت مال تو نیست. کل بچه‌ها صنعت مشاوره تحصیلی و همه اینا برای شخصی سازی برنامه برای توه، که تو یاد بگیری آقا برنامه‌ای که برای تو مناسبه رو بخونی. من اصلا تعجب میکنم بعضی از مشاورهایی که میان پکیج برنامه ریزی مینویسن، مثلا 3 ماه به 1000 نفر یه برنامه مینویسن. فاجعه است. برنامه هر کسی با فرد دیگه فرق داره. من دارم اینجا بهت میگم اینجوری میتونی خودت تنظیم کنی و بدونی برنامه‌ت درسته یا نه. خب تو این نهال کوچولویی ما باید ذره ذره ازت مراقبت کنیم، قوی ترت کنیم. قلمچی الان میگم برای کیاست. پس چشم بسته نرو آزمون، ولی اشتباه فکر نکن که ما کلا آزمون رو میذاریم کنار. الان بهت میگم چطور باید آزمون شرکت کنیم. و لطفاً اگر خانوادت هی اصرار میکنن که آقا قلمچی رو خراب کردی اینا، این قسمت از ویدیو منو میتونی نشونش بدی و هی اصرار نکنین که برو آزمون اگه خراب کردی خنگی فلان اینا، سر قلمچی و اینا بی زحمت زیاد بهشون سرکوفت نزنید. خب آقا بیا یه فکتی رو قبول کنیم. تو یه اشتباهی کردی. اشتباه چی بوده؟ این آقا تا الان، تا لحظه‌ای که این ویدیو رو دیدی مثلا خوب درس نخوندی. خب اگه تا الان خوب درس نخوندی، خب اشتباه کردی دیگه، قبول داری دیگه، کار درستی که نکردیم، بالاخره یه اشتباهی کردیم و هر اشتباهی یه تاوانی داره. تاوانش چیه؟ اینکه تو با قلمچی نمیتونی بری جلو. اینکه تو نباید انتظار داشته باشی یه ماه درس بخونی با اون دوستت که از اول دهم درس خونده سطحت برابری کنه. نباید این انتظار داشته باشی. این تاوان اشتباهته. ولی تو با یکم تلاش بیشتر میتونی کامل همونی رو که همیشه شاگرد اول کلاستون بوده رو ازش جلو بزنی. حالا اینجا رو دقت کن. کنکور 2 تا پلن داره قبول شدن توش، پلن A و پلن B. پلن A چیه؟ پلن A اینه. اینا اسامی نفرات برتر کنکور 1403 در رشته تجربیه. رتبه 1 سوا معصوم‌نیا 4 سال دانش آموز کانون. رتبه 2 پرهام راسخ از تهران 3 سال دانش آموز کانون، 64 تا آزمون شرکت کرده. سوا معصوم‌نیا 180 تا آزمون شرکت کرده. سجاد لطفی 2 سال، این دیگه از همشون مثلا چیز بوده، 2 سال. ببین بقیه‌شو 4 سال، 2 سال، 5 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 5 سال. این پلن ایه که تو از نمیدونم 9م، 8م، 10م قلمچی رفته باشی، طبق برنامه اون خونده باشی، اول سال 12م تو از برنامه قلمچی شروع کنی بخونی تا آخر بری قبول شی. تو این پلن رو رفتی؟ نرفتی دیگه. خب اگه رفتی که هیچ، دستت در نکنه، برو با همون پلن ادامه بده. ولی اگه نرفتی میخوام یادت بدم که چی کار کنی. تو هم آخر سال نمیگم تک رقمی بشه دیگه، تک رقمی ها باید پلن A رو برن، ولی تا حد رتبه زیر 1000 که راحت میتونیم با پلن B بیاریم، زیر 500. من خودم کسی بودم پلن B رفتم دیگه، رتبه من 270 بود. من خودم کسی بودم 10م 11م اصلا درست حسابی نخوندم، یه دونه سال 10م هم قلمچی میرفتم، اونم کلا تقلب میکردم. بین خودمون باشه، به کسی نگید. خب و من با پلن B رفتم، شدم رتبه 270 کنکور. الان پلن B رو بهت میگم. اساس برنامه‌ریزی تو پیش نیاز هاست، نه قلمچی. حالا چطوری؟ چرا باید با رعایت پیش نیازا بریم جلو؟ گفتم چون دانش آموز ضعیف بدون رعایت پیش نیازا له میشه تو برنامه قلمچی. خب و اصلا مسئله این نیست که بچه خب ما یه برنامه قلمچی داریم اینو باید برسونیم. نه اصلا اینجوری نیست. تو صرفا، من تو جلسه قبلی هم فکر کنم بهتون گفتم اگه درست یادم باشه، بهت گفتم ببین هدفت این باشه فصلی که میخونی رو خوب یاد بگیری، نه این که مثلا صرفا خب من 5 فصل ریاضی خوندم، خب این سوال این 5 فصل رو میتونی بزنی تو کنکور؟ نه، پس صفری. ولی یه فصل اگه خوندی خوب میتونی سوالاشو حل کنی، تو یه 2 تا سوال برنده شدی تو کنکور. اینجوری باید نگاه کنیم. خب جز چیزی که این جلسه بهت یاد میدم بری جلو، تنها نتیجهش میشه ناامیدی، وسطش ول میکنی، شکست میخورید. همون اتفاقی که تا الان افتاده دیگه. خب بین خودمون باشه دیگه، همون اتفاقی که تا الان افتاده، ناامید شدی، ول کردی، شکست خوردی.
تا الان هم اینطوری بوده. یه بار با چیزی که من میرم برو جلو، ببین تفاوت رو. اول پیش نیازای هر درس رو میخونیم. آقا پیش نیازا رو اینجا برات آوردم. اول همین اینجا اینو عکس بگیر، بعد برگردیم اسلاید بعدی بهت بگم. این پیش نیازهای فصل پیش نیاز برای هر فصل 4 تا درس بیشتر نیست. یه اسکرین از اینجا بگیر، برای هر رشته دیگه تجربه ریاضی انسانی نوشتم فصلای پیش نیاز چی ان. برای دروس اختصاصی عمومی‌ها خیلی به اون صورت پیش نیاز براشون وجود نداره. گرفتی؟ خیلی خوب. البته بچه داخل پرانتز بگم نگید این نفهمیدا. برای عمومی‌ها مثلا عربی دهم تا حدودی پیش نیاز فصلای دیگه است، ولی خب معمولا اونجوری نیست که بریم دوباره از اول عربی دهمو بخونیم و اینا. اگه مثلا خیلی عربی تو اینا داغونه، بهتره مثلا این کلاسی براش بری که اون پیش نیاز اوکی بشه، وگرنه اینکه برگردیم کل عربی دهم 11 از اول بخونیم کار اشتباهی. اینو در نظر داشته باشید. خب پس چیکار کنیم؟ اول پیش نیازهای هر درس رو میخونیم، لیستشو نوشته بودم برات. بعدش حالا اگه الانی که داری این دوره رو میبینی دی ماه نشده، یعنی مثلا هفته اول دیه نهایت، شروع کن اولین آزمون قلمچی. بذار برگردم برنامه آزمون قلمچی. برنامه آزمون قلمچی رو بذار جلو. از اولین آزمونش شروع کن. آزمون 20 مهر. نرو از آزمون 30 آذر شروع کنی یا نه، میری از اولین آزمون شروع میکنی. خب خود قلمچی برای هر آزمونش 2 هفته وقت داده. تو سعی کن برنامه این آزمون رو 9 الی 10 روزه بخونی. پس اول پیش نیازا رو خوندیم. خب بعد که پیش نیازا رو خوندیم، مثلا الان دی ماهه، اول دی ماهه، این برنامه‌ای که میگم انجام میدی. ولی اگه بعد از اینکه پیش نیازا رو خوندی، الان مثلا بهمنه، بعد این پلن دومی که نوشتم انجام بدی. 9 الی 10 روزه میای هر آزمون رو میخونی. مثلا 9 روز وقت میذاری، برنامه آزمون 20 مهر رو میخونی، روز دهم آزمون 20 مهر رو پرینت میکنی، از خودت امتحان میگیری و تحلیلش میکنی. اوکی؟ خیلی خوب. بعد دوباره آزمون بعدی همین این کار رو تکرار میکنی، کم کم میرسونی برنامه رو. عجله نکن. تو نباید بری آزمون رو ثبت نام کنی، اصلا ثبت نام نکن. از آزمون اول شروع کن، خودت پرینت کن، دونه دونه حل کن. مثلا دیگه تقریبا قبل از فروردین میتونی برنامه رو کامل رسونده باشی. اوه قبل از فروردین خیلی دیره، چیکار کنم؟ پس برو برنامه غلط رو برو، هیچ وقت نرس. اگه مسیر درست رو میخوای تا فروردین میرسونی. حالا یه حالتی هست که تو میگی نه الان مثلا بهمن ماه من میخوام تازه شروع کنم. اون موقع دیگه چیکار میکنیم؟ مباحث پرسوال و پرتست رو میخونیم. مخصوصا 12 رو بیشتر میخونیم چون نهایی هم داره و نهاییش مهمتره. حالا الانی که دارم صحبت میکنم تاثیر معدل 11 هنوز هست، احتمال داره لغو بشه، احتمال هم داره لغو نشه. فعلا چیزی که معلومه 12 فعلا هست و 12 رو به خصوص حتما میخونی. پس اگه بعد بهمنه، بعد دیه، اول پیش نیازا رو بخون، بعد شروع کن 12 رو بخون. در کنار 12 از پایه هم فصلای پرسوال و اینا رو میتونی بخونی. اینم از این که حالا نزدیک به اون بازه من حتما چه تو کانال یوتیوب چه تو کانال تلگرام یه سری مطالب براتون میذارم. سعی میکنم حوالی بهمن ماه یه دوره شروع از صفر حتما توی ویتا داشته باشیم که اون موقع بتونید ببینید. حالا فعلا تا اون زمان مقداری مونده. و اینم مباحث پیش نیاز و اینم پایان جلسه سوم. الان تو میدونی چند برنامه ریزیت اینجوری شد. ساعت مطالعات رو تعیین میکنی، تقسیم میکنی بین اختصاصی و عمومی، با هر درسی که دوست داری شروع میکنی میخونی، هر روزت رو اول پیش نیازا رو میخونی، بعد طبق چیزی که گفتم اگه قبل از دیه برنامه قلمچی رو بذار جلو، آزمون به آزمون برو جلو از اول، اگه بعد از دیه شروع کن مباحث پرسوال و پرتست رو بخون. همین تموم شد. این شد کلیات برنامه‌ریزی. گفتم اگر تو یک مشاور خوبی داری که برات برنامه‌ریزی میکنه که خب اوکی دیگه، مشکلی نیست. خب اگر مشاور نداری خودت باید هفته به هفته این برنامه رو بر خودت بریزی، آزمون بدی و آزمونات رو تحلیل کنی. گفتم در هر حالت ما باید آزمون بدیم. اوکی؟ دمتون گرم بچه‌ها که جلسه سومم دیدید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. سعی می‌کنم بازم تو کانال یوتیوب یه همچین دوره‌هایی براتون برگزار کنم. تو کانال تلگراممون هم حتما دوره‌های خیلی خفنی از این به بعد برگزار خواهیم کرد به صورت رایگان. و هم پیج اینستاگراممون هم کانال تلگراممون رو حتما دنبال کنید. یوتیوب هم که حتما سابسکرایب کنید. برای اینستاگرام و تلگرام هم آیدی ما ویتا کنکور هستش. ویتا کنکور با یو نوشته میشه. همین. دمتون گرم بچه‌ها، موفق باشید. خدا نگهدار.